صبح زدم بیرون و دیدم ماشین بنزین نداره و چراغ ترمزش روشنه. رفتم بنزین زدم و لوازمی که نیاز داشت رو خریدم. از قبل که تلفنی با اوستا صحبت کردم گفتم که لنت سمت رانندم خیلی خورده میشه. گفت یه دست لنت جدید بگیر و یه پیچ کالیپر. گرفتم و رفتم پیشش. چرخو که باز کرد دیدیم پیچ کالیپر پژو میخواست. من تی 5 گرفته بودم. بعدش رفتم یه پیچ پژویی گرفتم و اومدم. تا رسیدم دیدم همه چی ریخته پایین و منتظر نشسته. پیچا رو بست و گفت برو ترمز بزن. ترمز که میزدم یکی در میون روغن میومد و نمیومد. دیدیم روغن ترمزش کمه. رفتم یه روغن ترمزم گرفتم و بهش اضافه کردم. بعد اوستا پیستون رو از تو کالیپر در آورد و یکم سنباده زد که مشکل این که لنت زود تموم میشه و روغن درست جریان نداشت حل بشه. پیستون رو جا زد و بس. لنت هم عوض کرد. خدا رو شکر که سمت شاگرد مشکلی نداشت. حتی لنتاش هم هنوز داشتم. ولی خب اینم از وضعیت لنتای سمت راننده. موقعی که داشتم میرفتم روغن ماشین رو عوض کنم دیدم که چراغ ترمز دوباره روشن شد. سلام بهونه قشنگ من. رسیدم تعویض روغنی و ساکشن رو کرد توش. منم که لوله خورتومی بخار روغنم شکسته بود. از قبل یه گردگیر سیلندر پرایل گرفته بودم. همونجا دست به کار شدم و قاب موتور رو باز کردم و این لاستیک رو گذاشتم و بستم. بقیه شلنگم جا زدم و به جای هزینه یه شلنگ بخار روغن با 40 تومن اوکی شد. بعدش هم که نوبت فیلتر روغن، هوا، اتاق و در آخرم روغن جدید رسید. کل هزینه های این قسمتم داخل کپشن نوشتم.